دوست دارم با استفاده از محیط سورفیس ها طرح بدنه یک موس رو با هم بکشیم. ابتدا با استفاده از کمان 3 نقطه کمانی رو ایجاد میکنم. از نقطه 0 و 0 تا لبه اندازه 15 رو وارد میکنم و فینیش. حال من یک پلنی نسبت به این صفحه تقریبا دیدم رو نسبت به اون منفی 28 یا 30. حال یک کمان دیگه میکشم و دوباره اندازه میدم. سعی کنید اندازاتون در 0 و 0 تقریبا برابر باشه تا بعدا مشکلی در کار به وجود نیاد. 8 با استفاده از پروژکت 2 خط ایجاد میکنم و نقطه 2 سر رو میگیرم و یک کمان ایجاد میکنم. البته پروژکت ها رو باید از اونجا حذف کنم. با استفاده از فرمان لافت 2 خط رو به هم امتداد میدم و مسیر ریلشون رو تعیین میکنم. به شکل اولیه ما بود. حال یک پلن دیگه نسبت به این صفحه میکشم منفی 8 درجه. اوکی. من از نمای بالا نگاه میکنم تا دیدم نسبت به اون بهتر باشه. یک پلن دیگه در این سمت میکشم. توجه داشته باشید این پلن ها از این صفحه، از این سورفیس رد نشه، چون باید همدیگر رو، هر ترسیمی که داریم باید تمام این ترسیمات حتما همدیگر رو قطع کنن. دوباره کمانی که میکشم حتما داخل صفحه میکشم تا همدیگر رو قطع نکنه. این بار این پلن رو انتخاب میکنم. در بعضی از موارد دو بعدی خب پیش میاد که مجبوریم مستقیم به اون نگاه نکنیم و اون رو حالت 3 بعدی بهش بدیم تا دیدمون نسبت به اون یه حالتی مثلا بهتر بشه. در اینجا نیازی هم حالا به پروژکت نیست. ما میتونیم از یک نقطه خطی رو بکشیم. انتخاب مسیر، سویپ رو انتخاب میکنم، انتخاب مسیر، فرمان میرور رو انتخاب میکنم، شکلم رو انتخاب میکنم و در میرور لاین محور ایکست رو میدم
و عیناً یه دونه اونور هم برای من صفحه ایجاد میکنه. اما دوباره دیدم رو مستقیم میکنم و یک پلنی رو میکشم. حالا من این رو اوکی میکنم. کمی در ترسیم این پلن ها دقت کنید. همونطور که میبینید کمی اشتباه میشه، چون بعضی وقتا رنگ پلن ها با رنگ خود اون سورفیس ها تقریبا یکی. من پلنم که کشیدم کمی بالاتر اون رو میکشم. حال یک کمان دیگه ایجاد میکنم. دوباره پلن رو به داخل میفرستم، چون گفتم باید همدیگر رو قطع کنم. پروژکت رو انتخاب میکنم، فرمان لاین، اوکی. در سویپ دو مسیر رو انتخاب کنم و ترسیم تا اینجا کشیده میشه. میمونه دو قسمت دیگه ترسیم. این رو دوباره فعال میکنم چون بهش نیاز دارم. یک ترسیم دیگه رو میکشم، سعی میکنم دوباره اون رو قطع نکنم. من در این قسمت خواستم فقط به شما نشون بدم سویپ میتونه در امتداد یک منحنی و یک خط صاف باشه و یا اون خط میتونه مثل این قسمت دوباره یک منحنی باشه. در مورد خط صاف نیاز به سویپ نیست و فقط عمل اکسترود رو روی این کمان انجام دادم و اون رو رشد دادم، همین کافی بود. اما فقط میمونه یه قسمت دیگه. پلن رو میکشم و در قسمت آخر این ترسیم رو کلا میبندم. این آخرین قسمت ترسیم من میباشه. اکسترود رو میزنم، جهت رو عوض میکنم تا کل ترسیماتم قطع بشه، یعنی هیچ فضای خالی دیگه الان من برای سورفیس هام نمونده و تمامی اونها رو کامل کردم. حال من این اضافات رو باید برش بزنم. با استفاده از این گزینه من انتخاب میکنم. میتونم از اینجا هم اونها رو من انتخاب کنم. یک فرمان لاف داشتم، سویپ و میرورش. همونطور که میبینید تمامیشو من انتخاب کردم و اوکی که بزنم، البته این طرح تمام شده ماست
نیست. میتونم واسه از گزینه آخر فیلت 3 سطر رو فیلت کنم و در این قسمت به اندازه 1 همطور که میبینید فقط در اینجا بدنه 1 موس رو کشیدم.